خیلی وقتا بدون اینکه بفهمیم یه چهره ساخته شده رو به دیگران نشون میدیم. چهره‌ای که قرار مؤدب، موفق، قوی یا دوست داشتنی به نظر برسه. اونقدر تو این چهره غرق میشیم که تصور میکنیم همون ما هستیم. اما یه جای کار اشتباهه، چون وقتی تنها میشیم یه خلأ کوچیک از درون صدا میزنه: واقعا من کی هستم؟ روانشناسی یونگ میگه هر انسان 3 نسخه از خودش داره. یکی نسخه‌ای که برای دیگران اجرا میکنه، دومی نسخه‌ای که از اون میترسه و سعی میکنه پنهانش کنه، و سومی نسخه واقعی و عمیق خودش. بیشتر آدما تمام عمر بین نسخه اول و دوم گرفتار میمونن و هیچ وقت فرصت نمیکنن نسخه سومو بشناسن. اما همین که داری این فیلمو میبینی یعنی یه بخش از درونت آماده شده که عمیق‌تر به خودت نگاه کنی. 3 موقعیت برات تعریف میکنم. بدون اینکه فکر کنی سریع بگو که کدوم یکی از این فیلم‌ها حس آشناتر، سنگین‌تر یا دردناکتر رو تو ایجاد میکنه. این نشون میده که الان بیشتر تحت تاثیر کدوم بخش از وجودت هستی. فرض کن توی یه جمعی قرار داری. حرفاتو با دقت انتخاب میکنی. لبخندات کنترل شده است. واکنشات حساب شده است. دیگران فکر میکنن آدمی با اعتماد به نفسی، اما تو از درون مدام خودتو چک میکنی. این که گفتم درست بود؟ زیادی حرف زدم؟ دارن قضاوت هم میکنن؟ وقتی جمع تموم میشه خسته‌ای، نه از آدما، از نقشی که بازی کردی. تو خلوت احساس راحتی بیشتری داری، اما یه سوال آزاردهنده همیشه همراهته. وقتی کسی نیست که ببینه من چه میکنم، واقعا کیم؟ یونگ معتقده اگه این موقعیت برات آشناست یعنی بیش از حد با شخصیت ظاهریت یکی شدی. این همون پرسوناست، نقابی که برای پذیرفته شدن میزنی. مشکل از جایی شروع میشه که این نقاب تبدیل به تنها هویتت میشه و اجازه نمیده خود واقعیت دیده بشه. این وضعیت معمولاً باعث میشه حتی وسط جمعم احساس تنهایی کنی. همیشه دنبال تایید باشی و از درون خسته و بی انرژی بشی، چون روانت میدونه تصویری که دیگران دوستش دارن خود واقعیت نیست. حالا تصور کن بخشای تو وجودته که سالها تلاش کردی دیده نشن. عصبانیت، حسادت، ضعف، غرور، خواسته های خاص یا حتی نیازایی که فکر میکردی بد و غلطه. به خاطر خانواده، مدرسه یا جامعه یاد گرفتی بعضی احساسات و رفتارها رو سرکوب کنی. فکر کردی اگه اونا رو پنهان کنی آدم بهتری میشی. اما واقعیت اینه که چیزای سرکوب شده از بین نمیرن. تاریکی قوی‌تر میشه و راه‌های عجیب برای بیرون اومدن پیدا میکنه. اضطراب، واکنش‌های ناگهانی، حسای شدید بی‌دلیل یا دیدن ویژگی‌های بد تو دیگران که در اصل نسخه پنهان خودته. یونگ معتقده این همون سایه است. سایه دشمن تو نیست. بخشی از انرژی روانته که راه خروج سالم رو پیدا نکرده. وقتی به سایه توجه نکنی به روش خودش توجهتو جلب میکنه، حتی اگه این توجه دردناک باشه. اگه این موقعیت در تو احساس سنگینی ایجاد کرد، احتمالاً درگیر جنگ با سایه خودت هستی. یه وقتایی توی سکوت یا خلوت ساده انگار صدای تازه‌ای رو میشنوی. نه صدای قضاوت، نه صدای ترس، نه صدای توقعات دیگران. صدای آروم و واقعی تر. تو چنین لحظاتی ممکنه بفهمی که خیلی از تصمیمات از ترس بوده، نه از خواسته قلبی. یا اینکه بعضی وقتا بدون اینکه بتونی دلیلش رو توضیح بدی، میدونی چه چیزی برات درسته. کم کم تشخیص میدی کدوم صدا درونت از خودته و کدوم از والدین، جامعه یا نگاه دیگران اومده.
یونگ معتقده کسی که تو این سطحه قبول میکنه که انسان پر از تناقضه، هم قوی، هم آسیب پذیر، هم مهربون، هم گاهی خودخواه، هم منطقی و هم احساسی. این تناقضا مشکل ایجاد نمیکنن، بلکه اونو کاملتر میکنن. اگر این بخش برات آشنا یا آرامش بخش بود، یعنی در مسیر نزدیک شدن به خود واقعیت هستی. با من باش، چون در ادامه میخوام بهت بگم که هر کدوم از این 3 حالت چه مسئولیتی برات میاره. وقتی حس کردی به کدوم موقعیت نزدیکتری، مسیرت روشن‌تر میشه. اگه بیشتر شبیه موقعیت اول بودی، باید یاد بگیری کم کم از نقش فاصله بگیری. با کارهای کوچیک، گفتن نظر واقعیت، گفتن نه وقتی واقعا نمیخوای، انتخاب چیزایی که خودت دوست داری، نه چیزایی که تایید دیگران رو میاره. این قدم‌های کوچیک کمک میکنن ماسکی که سالها چسبیده آزاد بشه. اگر تو موقعیت دوم بودی، کارت سخت‌تر ولی مهمتره. باید به چیزایی که سالها سرکوب کردی اعتراف کنی، نه اینکه بر اساسشون عمل کنی، فقط ببینیشون. مثلا بله من گاهی حسادت میکنم، بله در من خشم هست. این اعتراف همون نوریه که سایه رو از یه دشمن خاموش به نیروی سالم تبدیل میکنه. اگر موقعیت سوم بودی، مسئولیت تو اینه که به صدای واقعی درونت اعتماد کنی. یعنی تصمیماتو از روی ترس یا نیاز به تایید نگیری. این مسیر شاید مخالفت دیگران رو به همراه داشته باشه، اما آرامشی که میاره عمیق و واقعیه. هیچ کس فقط یکی از این 3 حالت نیست. پرسونا یا همون موقعیت اول برای روابط لازمه. سایه یا موقعیت دوم برای رشد و انرژی ضروریه. و خود واقعی برای جهت دادن به زندگی. اما مهمه بفهمی الان کدوم بخش بیشتر تو را هدایت میکنه، زیرا راه رسیدن به یک زندگی واقعی از همین نقطه آغاز میشه. وقتی کم کم با حقیقت خودت روبرو میشی، روابط واقعی تر میشه، چون دیگه نقش بازی نمی کنی. انتخابات معنادارتر میشه، چون از خواسته درونی میاد. درونت آرامتر میشه، چون جنگ میان ظاهر و باطن کم میشه. زندگی شاید ساده تر نشه، اما واقعی تر میشه. و واقعی بودن هر چقدر سخت باشه، چیزیه که در نهایت آرامش و رضایت میاره. در زیر همه نقش‌ها، همه ترس‌ها و همه تناقض‌ها چیزی منتظر توست. خود اصیلت. نه چیزی که باید بسازیش، چیزی که باید کشفش کنی. و همین لحظه میتونه شروع یک کشف